خب سلام دوستان، خوش اومدید به این آموزش. امیدوارم که حالتون همیشه خوب و عالی باشه. آموزش امروز در مورد کلاینت نتمود VPN کلاینت هستش که از ویتوری و SSH و پروتکل‌های دیگه مثل وبسوکت و وایرگارد و اینا ساپورت میکنه که ما امروز میخوایم بهتون ساخت SSH رو آموزش بدیم، چجوری بگیرید به صورت کاملا رایگان. خب این برنامه که دانلود کردید هولوش 1,000,000 هم دانلود داشته تا الان و کلا حجم دانلودش هم 20 مگ بیشتر نیست. دانلود که کردید حالا بریم وارد سایت بشیم اول، بعدش حالا میریم سراغ خود برنامه. سایتی هم که میخوایم از SSH رو دریافت بکنیم لینکش رو من توی کانال تلگرامی قرار دادم. لینک کانال تلگرامی هم توی کامنت اول قرار میگیره. ولی حالا اگر دوست داشتید تو گوگل بزنید sshstories.net براتون همین گزینه رو، این گزینه اول که اومد سایتش به همین شکل دیگه. وارد که شدید حتما هم کلا فیلتر شکن رو داشته باشید، چون که سایت فیلتره مثل تمامی سایتایی که سرور رایگان بهتون میدن. گزینه منوی سمت حالا راست یا حالا برای شما چپ هم بود میزنید. چند تا گزینه براتون باز میشه که گزینه SSH سرور رو که شما انتخاب بکنید، یعنی ویتوره این هم داره ولی کار نمیکنه، فقط تنها گزینه که کار میکنه اینه. گزینه اول که دایرکت هستش، گزینه بعدیش هم که با TLS، گزینه بعدی هم وب سوکت و UDP کاستوم که حالا دایرکت و حالا TLS رو من خواهم بهتون آموزش بدم، ولی تمامی اینا مثل همین TLS اینی ساختش. همین TLS رو انتخاب میکنیم و میریم یه ذره پایین تر. قسمت براتون لوکیشن های مختلف رو براتون قرار داده، سنگاپور و نمیدونم آمریکا و اینا، که خوبیش اینه که آی پی اینا ثابته. و یه چیز دیگه اینه که حتما از لوکیشن استفاده بکنید که سرعت زیاد باشه. مثلا حتما آمریکا استفاده نکنید، چون آمریکا زیاد سرعت خوبی نداره. خب حالا من میخوام از همین آلمان استفاده بکنم. یه ذره میریم پایین‌تر، این قسمت براتون زده که 2 تا سرور مثلا از آلمان هستش، 20 تا سرور داشته، 13 تاش مثلا پره. خب گزینه بالا که حالا پورتش رو زده نوشته که 22 و 80 که حالا میتونید از اگر براتون استفاده نشد یعنی مثلا کار نکرد از به جای 22 بزنید 80 که اون حالا جلوتر بهش میرسیم. هر کار از اینا که دوست دارید انتخاب میکنید. من همین رو انتخاب میکنم. یه ذره میام پایین‌تر، دوباره به این قسمت ساخت یوزرنیم و نمیدونم یه یوزرنیم بزن، یه پسورد بزن که یوزرنیمش میدونید که بعد حروف بزرگ و کوچیک و عدد باشه و تا 6 تا باشه. گزینه بعدی هم که پسورده که تا 8 تا مخلوطی از حروف بزرگ کوچیک و نمیدونم هشتگ و اینا داشته باشه، عدد و اینا. بعدش هم یه اروز هویت میکنید. بعدش که انجام دادید گزینه اگری، یه تایید مراحل دوباره میاره که دوباره اونو تایید میکنید و میاد به این قسمت برسید که حالا من گرفتم دیگه به من نمیده، یعنی شما هلاش مثلا 2-3 دقیقه باید بگذره تا برین یه سرور دیگه بگیرید. خب این سروری که من همون لوکیشن رو گرفتم آلمان هم هستش. گزینه اول که یوزرنیم و پسوردشه که شما کپی میگیرید و نمال من کپی بگیرم. خب قسمت بعدی هاست نیم هستش که حالا به صورت هاست داده بهتون که اینو میتونید راحت برید توی DNS چکر، یعنی سایت DNS چکر. من کپی میگیرم، میریم وارد این سایت میشیم، یه رفرش میکنید بدون VPN یا با VPN زیاد فرقی نمیکنه، میخوایم IP شو بگیریم. این قسمت اون هاست نیمتون قرار بدید، بعد جستجو میزنید، اینجا بهتون IP بهتون تحویل میده، یعنی هاست رو میدید IP رو میگیرید. خب میریم حالا همونجوری توی حافظه گوشیمون داشته باشیم. گزینه بعدی هم که حالا 22 و 80 استفاده بکنید و پورتایی که پایین زده براتون UDP میتونید مثلا همراه اول و نمیدونم رایتل، اونا که براتون نمیاره میتونید از این پورتای پایین که خودش قرار داده میتونید استفاده بکنید. خب 7 روز هم هستش و حالا من وارد برنامه بشیم.
خب وارد برنامه که شدید، گزینه منو رو که بزنید اینجا براتون تنظیمات رو میاره که حالا پیدا کردن مثلا آی پی تونه هاست تو آی پی هستش که کار نمیکنه دیگه، نمیدونم هاست چکره که اینم کار نمیکنه، و گزینه بعدی هم که نت مود ویندوزه که حالا اگر ویندوز دارید یا میتونید از اون استفاده بکنید. استفاده روی iOS نداره، روی لینوکس نداره، روی macOS و اینا نداره. گزینه بعدی هم که ستینگ هستش، اینو که بزنید میرید توی قسمت DNS هاشو که پیدا بکنید، میتونید حالا DNS رو تغییر بدید. اون چیزی که حالا به صورت دیفالت خودش گذاشته 8844 هستش، اینا میتونید حالا تغییر بدید. از DNS هایی که داخل کانال تلگرامی براتون قرار دادم میتونید استفاده بکنید. حالا این DNSی که من حالا خودم قرار دادم، این DNSیه که آموزشش رو براتون گذاشتم که شخصی بود، خودتون میتونستین بسازید، که من از این DNS استفاده کردم. حتما هم از DNS که استفاده میکنین عدد باشه، یعنی DNS نمیدونم دات از اون چیزی که توش HTTPS داشته باشه اونجوری نباشه، حتما عدد باشه. خب این حالا چیکار میکنه؟ پینگتون مثلا 500 باشه نمیاره پایین، پینگو نمیاره پایین، فقط اتصالتون رو سریع‌تر میکنه و پایدارش میکنه، مثلا هی قطع نمیشه از این لحاظ. خب برای حالا اد کردن حالا اون سروری که دوست دارید رو، اون قسمت گزینه به اضافه که گذاشته رو میزنیم. خب چند تا گزینه برامون باز میکنه که ببینید که ویلس و ویمس و ساکس و تروجان و شادو وب سوکت آر که اونم بعداً آموزشی رو براتون میذارم. بس گزینه بعدی هم شادو ساکس هستش که حالا اگر دوست دارید مثلا میتونید تو این کلاینت اجراش بکنید. گزینه بعدی هم وایگارد رو ساپورت میکنه، جیسون داره که به صورت دانلوده. خب SSH که گزینه بعدی هم که DNSTT به علاوه SSH هستش که حالا من همشو گفتم که بعدا آموزش رو براتون میزنم. که ما با این گزینه SSH کار داریم. اینه که بزنید گزینه اول یه اسم براش انتخاب میکنید که حالا من میزنم VPN. گزینه بعدی هم آدرس هستش، همون آدرسی که به صورت حالا هاست یا IP میتونید این قسمت قرار بدید. خب گزینه بعدی هم که خودش داده که میتونید از پورت 22 یا 80 استفاده بکنید که حالا من 22 رو انتخاب میکنم و یوزرنیم و پس. خب دیگه تنظیمات خاص دیگه نداره. بعدش که اینا رو وارد کردیم، گزینه بالا که تیک هست یا همون سیو که میزنید اینجا براتون قرار میگیره که حالا ما انتخابش میکنیم و میزنیم روی کانکت شدن. خب الان برامون متصل شد. از کجا بفهمیم که مثلا متصل شده؟ این گزینه به صورت چیز هستش رو میزنید که دقیقا این میزنید و براتون پینگ میگیره که الان ببینید که پینگ 436 رو به ما میده. خب دوستان ببینید من اینو هولوش یه هفته است که تست کردم روی اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم ربات های تلگرام و یوتیوب و اینا همه رو براتون باز میکنه، مناسب تمامی اپراتورام هستش. حالا مثلا وارد یوتیوب میشیم، هولوش 10 ثانیه وایستید براتون تمام ویدیوها رو میاره. این که الان داره ویدیو اصلا بر من پخش میکنه، چقدر صورت خوبی داره. یه رفرش هم میکنم، میبینید که تمامی ویدیوها رو بر ما داره باز میکنه، خیلی صورت خوبی داره. خب این از این. بریم توی اینستاگرام. یه رفرش میکنیم، میبینید که همه ویدیوهای داخل اکسپلور چقدر سریع بر ما میاره، بدون اینکه اخطاری بده، بدون اینکه مثلا بگه وی پی تون وصل نیست یا قطع شده. به راحتی تمام ویدیو رو براتون میاره. خب این از این دوستان. حتما ویدیو لایک بکنید، سابسکرایب یادتون نره. اگر نکردید زنگوله بغلش هم بزنید تا یه آموزش خفن دیگه. خدا نگهدارتون.